سلام عزیزانم، من کیمیا شریفی راد هستم. اینجا آکادمی راده و اولین فیلمی که دارم تهیه میکنم نحوه شکایت از کارفرماست. من خودم خندم میگیره. چرا؟ چون که کلن این مدلی هم که کارفرما با اینکه خیلی آدمای خوبی هستن، ما براشون کار میکنیم، به ما روزی میرسونن، حقوقمون رو میدن، ولی خب کارفرمای بد هم داریم دیگه. چون کارفرمای بد داریم، ترجیح همینه که به شما یاد بدم که از حقتون دفاع بکنین و اگر حق و حقوقتون رو ندادن برین سامانه جامعه کار ازشون شکایت بکنین. و یه دلیل دیگه ای هم که دوست داشتم این فیلم رو اول بگیرم، چون که وزارت کار یه وزارت خیلی خوبیه برای من کارگر که حق من رو نمیذاره خورده بشه و زمانی که ازش کمک میخوایم دست یاری به سمت ما دراز میکنه و هم سامانش خیلی خوب کار میکنه، لگ نداره و خیلی راحت و شسته و رفته، بدون که از خونتون، از شرکتتون، از کارتون بخوایم بزنین، راحت میتونین از توی همین سامانشون شکایتتون رو ثبت بکنین. قاضی پروندهتون رو رسیدگی میکنه اگه متوجه راستی آزمایش بشه و بدونه که شما دارین درست صحبت میکنین، مستنداتتون به حق هست، براتون وقت دادگاه میذاره و شما خوانده رو صدا میکنه و جلسه دادگاهتون برگزار میشه. حالا من سعی دارم امروز از توی سامانه جامعه کار بهتون نحوه ثبت دادخواست رو توضیح بدم که شما یه دادخواست میفرستین برای کارفرما و کارفرما توی سامانه سناش و طبق پیامکی که براش میره متوجه میشه که شما حق و حقوقتون با خبرین و میخواین ازش شکایت بکنین. حالا 2 تا راه داره. یا طرف خودش سر عقل میاد بهتون زنگ میزنه میگه آقا خانم محترم تشریف بیارین تصفیه‌تون رو بگیرین، یا اینکه نه خیلی پوستش کلفته، گردنش هم کلفتره، برای همین میذاره تا روز دادگاه. روز دادگاه هم که اگر شما بیمه براتون رد شده باشه که حالا توضیح میدم همه اینا رو، شما حق و حقوقتون رو طی 10 روز کاری باید باهاتون تصفیه بشه که حالا اگه تصفیه نشدم باز مراحل خاص خودشو داره. حالا میریم توی سامانه. من اینجا براتون سفر رو رکورد میکنم، تصویر منم حالا یه گوشه اگه دوست داشتین ببینین، دوست نداشتین یه دست بزنین رو تصویر من فقط صدامو بشنوین. خب ما اینجا یه سامانه جامعه کار داریم، سامانه جامعه روابط کار که من خیلی دوستش دارم. اصلا میرم تو این سامانه دلم باز میشه. تو این سامانه شما اینجا چون شخص حقیقی هستین میایین اینجا اشخاص حقیقی رو میزنید و اینجا ازتون شماره تلفن میخواد. شماره تلفنتون رو وارد میکنین، رمز کد امنیتیتون رو میزنید و ارسال رمز 1 بار مصرف برای شما میاد، برای همون موبایلی که شما بهشون گفتین که اینه شمارم. الان کدش برای من اومد. خب اینجا پنجره‌ای که برای من هست باز میشه. ببینین همه ما که توی سامانه احراز هویت ثبت نام کردیم این سامانه سریعا باز میشه، ولی اگر توی سامانه احراز هویت ثبت نام نکردیم اون مراحل خودشو داره. حالا من الان به اون سمت کاری ندارم، من دیفالتو میذارم رو این که شما احراز هویت شدیم. اینجا زمانی که شما وارد توی سامانه وزارت کار که میشین، توی پیشخانتون براتون میزای مختلفی میاره، حساب کاربری، پنجره واحد خدمات و 1000 تا چیز دیگه. شما میایین چیکار میکنین؟ میایین تو پنجره خدمات رو که بزنید، اینجا اداره کل روابط کار رو داره و بیمه بیکاری که حالا بعدها من در مورد بیمه بیکاری هم براتون توضیح میدم. کلا یه سری فیلم براتون تهیه میکنم از این پیشخانه سامانه جامعه سامانه جامعه روابط کار.
که این خیلی چیزای به درد بخوری برای شما داره. حالا فعلا من میخوام برم شکایت بکنم، انا اعصابم ندارم، کارفرما هم پولمو نداده، میخوام برم اجدادشو بیارم جلو چشه. شما همین بریم وزارت کار میاره، چه بخواین چه نخواین میاره، اصلا کار تموم شده بدونی. الان برای ما یه پنجره باز شد که اداره کل روابط عمومی ثبت دادخواست بدوی رو شما میایین دکمه شروعش رو میزنی. یه صفحه براتون باز میشه، اینجا تمام اطلاعاتتون تا شیر خشکی هم که خوردین اینجا نمایش داده میشه. چرا؟ خب علم غیب که ندارن، ما رفتیم احراز هویت کردیم تو یک سایت دیگه که بعدها من اونم براتون توضیح میدم. ولی با فرض اینکه شما احراز هویت شدید، این اطلاعات داره از اون سامانه خونده میشه. یه سری مسائل رو شما میتونین عوض کنین، مثل وضعیت تأهل. مجرد بودین، الان دارین شکایت میکنین متأهل هستین، یا خدایی نکرده جدا شدین و متأهل رو میخواین به مجرد تبدیل بکنین. تعداد فرزندان، میزان تحصیلات و دینتون و وضعیت جسمانی و آدرس و نشانی منزلتون رو میتونین تغییر بدین. الان ما همه اینا رو بر فرض اینکه درست گذاشتیم، میایم این پایین یه تیک داره که مورد تایید ثبت دادخواست، ارسال رو میزنیم. زمانی که ارسال میزنیم یه پیامک برای شما میاد که تراکنشتون موفق بوده و کد پیگیری میده. میگه خب حالا بریم وارد مرحله بعدی بشیم. بیا ببینم اونجا حرف چیه، کی اذیتت کرده. اینجا برای ما یه دونه فرم دادخواست بدوی باز میشه که اینجا دوباره همون صفحه قبلی که شما تایید کردید، اینجا به صورت این که دیگه نمیتونین ویرایشش کنین شروع به نمایش داده میشه و اینجا میاد میگه اطلاعات نماینده. شما اگه خودت میخواید با فیلم آموزشی که من دارم بهت یاد میدم بری شکایتتو بکنی، اینجا میزنی که دادخواست نماینده نداری برای این دادخواستتون. اگرم که وکیل دارین بعد بزنین که بله. حالا ما بر فرض این که خودمون میخوایم بریم شکایت کنیم میزنیم نه من نماینده ندارم، خودم میخوام شکایت کنم. توی اطلاعات خواهان اینجا اومده گفته که نوع کاربری خواهان چیه؟ نوع شاکی. ببینین بچه ها، خواهان یعنی شاکی، خوانده یعنی کسی که شما ازش شکایت میخواین بکنین. شما کارگر هستین، کارفرمای حقیقی هستین یا کارفرمای حقوقی؟ خب ما کارگری میخوایم از کارفرمامون شکایت کنیم، تیک کارگر رو میزنیم. بعد اینجا گفته که نسبت خواهان چیه؟ خب شاکی اصلی هم دیگه. یه موقعی بچه‌ها ولی هست مثلا پدر شما مادر شما سنشون بالاست و نمیتونن خودشون برن شکایت کنن. اون قسمت بالا رو میزنه بله نماینده دارم و این قسمت پایین رو میزنه چه میدونم قیمم، ولی خواهانم یا وارث قانونیشم. شما این تیکارم میتونین بزنین، ولی ترجیح من اینه که برای شکایت حتما خودتون برید و شکایت بکنین، یعنی سمت کارگر رو بزنین و این برم که شاکی اصلی رو میزنین. اینجا نوع شغلتون رو مینویسین. من نوع شغلم رو مینویسم کارمند. نوع قرارداد دائم یا موقت. خب طبیعتا ما همون قرارداد موقت هم نداریم ولی خب باید بنویسیم. میزان مزد و مزد دریافتی. ببینید ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که کارفرما بابت اینکه مالیات کمتری بده، بیمه کمتری، مالیاتی که خودمون داریم میدیم، خود کارگر داره میده، ولی بابت اینکه بیمه کمتری بده میاد و حقوق شما رو به صورت آیتم پشت لیستی یا 2 دفتره یا چه میدونم توی وضعیت تو یه سری آیتمای فیش حقوقی براتون لحاظ میکنه که شامل بیمه و مالیات نشید و حقوق پایه شما رو کم میکنه. متاسفانه شما برای اینکه شکایت بکنید باید حقوق پایه‌تون رو در نظر بگیرید. اگر شما داری 50 میلیون حقوق میگیری و داره برات 20 میلیون حقوق رد میشه، قاضی پرونده شما میاد بر اساس 20 میلیون برای شما حکم میبره.
و اون طفلی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی قاضی مقصر نیست، ما خودمون هستیم که نمیتونیم حقمون از کارفرمامون بگیریم و بهش بگیم که اگه تو داری 50 میلیون برای ما بیمه رد میکنی، 50 میلیون برای من داری حقوق رد میکنی، باید 20 میلیونم که بیممه 30 میلیون دیگر هم واقعا توش نشون بدی. میان میگن من توی شرکتی کار میکردم که مدیر مالیش به جای اینکه پشت کارمندا باشه همیشه طرف کارفرما بود و اومده بود اینو توی حق تحصیل و 1000 تا آیتم دیگه به عنوان کارانه و اینا رد میکرد که این توی حقوق پایمون محسوب نشه و ما نتونیم بعدها که داریم شکایت میکنیم بیایم حقمون رو روی حقوق پایه بگیریم که بیمم رد میشد. ببینین مثلا اون موقع من یادمه بر اساس 40 میلیون حقوق داشت رد میشد، بیمه داشت پرداخت میشد، ولی متاسفانه رو حقوق پایه ما نبود. اینجا میزان مزد رو شما مینویسین و گزینه بعدی نوشته آیا در کارگاه مورد شکایت بیمه شده اید؟ بله رو میزنید. بچه شما اگه بیمه شده اید میتونید شکایت بکنید. اگر بیمه نشده باشید شکایت شما خیلی مراحل سختی رو میگذرونه، بستگی به چند تا بند خیلی خاص داره که اونو من تو ویدیوی بعدی برای شما توضیح میدم. ولی ما فرض میگیریم که شما بیمه شده اید. اینجا شماره بیمه‌تون رو میزنید، بعد شعبه بیمه تامین اجتماعی خود اطلاع دارید. اگر هم اطلاع نداشتین میتونین وارد سرویس سرویس بیمه تامین اجتماعی بشید و اونجا براتون مینویسه که مثلا شما از شعبه 26 بیمه تامین اجتماعی رد شده بیمه‌تون، از شعبه 9 از چه شعبه. اینجا خیلی راحت میتونین بنویسیم. و نحوه دریافت مزدتونم ساعتی روزانه است یا ماهانه است. عموما اگه بیمه براتون رد بشه ماهانه است. تیکشو میزنیم. اینجا هم که بله رو میزنیم. محل استان شعبه تامین اجتماعیتون من تهرانم، محلش باز میشه تهران. شعبه تامین اجتماعی هم میزنیم شعبه 26. حالا اینجا نوشته میزان سابقه کار در کارگاه مورد شکایت. شما باید ماه و روزتون رو دقیق بنویسید. مثلا من اینجا میزنم 2 ماه، اینم میزنم 60 روز، 30 روز ببخشید. بعد اینجا نوشته سابقه کار نزد آخرین کارفرمای مخصوص کارگران طرف قرارداد پیمانکاری. خب اینجا نشان تو مرحله بعدی نشانی محل کاره که حالا من یه چیز فرضی میزنم دیگه. اینجا تهران بود، اینجا هم شعبه 26 بود، اینجا نام شهرستانمونم تهرانه، منطقه شهرداریمونم فکر کنم میشد 10 اگه اشتباه نکنم. اینجا هم آدرستون اینا رو هرچی میخواین مینویسین و اطلاعات خوانده. اینجاش قشنگه، به جای خوشگلش رسیدیم. نام کارفرما یا مدیر عامل یا مدیر تصفیه. نام کارفرما رو مثلا من باز میزنم کیمیا شریفی. نام کارگاه یا شرکت هم مثلا میزنم راد. کد ملی. خب بچه ها ببینین، اگه کد ملی داشته باشین که میزنین، اگرم نداشته باشین اینجا تیکی نداره که ملزم باشین بزنین، ولی چند تا راه خیلی قشنگ داره که شما میتونین کد ملی مدیر عاملتون رو در بیارین. چجوری؟ توی سایت روزنامه رسمی. حالا من اونم براتون یه ویدیو 1 دقیقه میگیرم بهتون یاد میدم که چجوری برین اطلاعات یه شرکت رو تو سایت های خیلی معتبر ببینین. من الان فرض رو میگیرم که شما کد ملی رو میدونین، ولی یادتون باشه یه فیلم طلب من که طلب شما که براتون اون سایت روزنامه رسمی رو یاد بدم. اینجا هم من کد ملیمو میزنم. خودم میخوام از خودم شکایت کنم.
اینجا شماره تلفن و شماره موبایل و اینا هم داره ولی الزامی برای پر کردنش نیست، ولی من شماره موبایل رو می نویسم. چیزهایی که تو این سامان تیک قرمز ندارن الزام نیست، میتونین ننویسین. اینجا هم استانش میشه دوباره تهران، همون اطلاعاتی که بالا نوشتین. اطلاعاتو بچه ها غلط خلوط ننویسینا. قاضیای پرونده ها میان صحت سنجی میکنن، از تو همین فرمی که شما دارین پر میکنین میتونن متوجه بشن دروغ میگین یا نه. اینجا هم که دوباره آدرس رو مینویسیم و افزوده خوانده. اینجا یه دکمه داره به اسم افزوده خوانده. افزوده خوانده یعنی چی؟ یعنی اینکه شرکت شما بعضا دو تا مدیر دارین، مثلا چه میدونم یه از رئیس هیئت مدیره میخوای شکایت کنی، یه دونه از مدیر عامل، ولی شما از همون مدیر عامل شکایت بکنی کار تموم شده است. مدیر عاملی که شما مطمئنید توی روزنامه رسمی سمت مدیر عاملیش باطل نشده، که حالا من اون روزنامه رسمی که میخوام بهتون یاد بدم این سمت ها رو هم بهتون نشون میدم. خواسته شما می نویسین عدم تسویه حساب پایان خدمت، هرچی که دل تنگتونه. شرح خواسته نیومده بهت ایدیتو بده، نیومده بهت سنوات پایان خدمتتو بده، نیومده بهت مانده مرخصیاتو بده، بعضا مأموریت رفتی، سند مأموریت داری که شما رفت آمد داشتی، چه میدونم به یه شهری تیکتتو داشتی، بلیتتو داشتی، باید برای مأموریت مستندات معتبر داشته باشی. اینجوری نیست بگی رفتم مأموریت، باید بهش نشون بدی چه جوری رفتی مأموریت. تمام مستندات، این حرفایی که شما قراره اینجا بنویسید باید همه مستند باشه. و دیگه چیا میتونه باشه؟ حقوقتو نداده، بیمه‌تو رد نکرده. ما داشتیم نیروهایی که ماه اول خدمتشون طرف کارفرما اومده بهش گفته که تو آموزشی هستی، من بهت حقوقتو میدم، حقوقش هم داده. شما همونو میتونی ازش شکایت کنی، میتونی سر همون پوستشو بکنی که تو به من حقوق دادی نامرد، ولی بیمه من رد نکردی. بتونی ثابت کنی از روی فیش حقوقی، قاضی پرونده تو همون ماه هم براش جریمه میفرسته و مجبور میشه که بره بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌تون رو رد بکنه. قاضیای وزارتکار من خیلی دوست دارم در کل. همین اگر یه روزی فیلم منو دیدن من بهشون سلام عرض میکنم که انقدر حواسشون با کارگر حق و حقوقشون هست. توی شرح خواستتون میان اینجا مینویسین که عدم پرداخت ایدی، سنوات پایان خدمت، مانده مرخصی و حالا چیزای دیگه. حالا من اینجا 3 نقطه میذارم ولی شما نمیتونین 3 نقطه بذارین بچه ها، باید قشنگ براشون توضیح بدیم. مدارک پیوست قشنگش اینجاست. مدارک پیوست یعنی چی؟ ببینین شما میرین توی سامانه ای سرویس و تمام اون سابقه بیمه‌ای که براتون بیمه شدید رو میاید یه فایل میگیرین، یه اسکرین شات میگیرین یا یه دانلود فایل میزنین. حالا من اونم بهتون یاد میدم از توی همین سایت، توی ای سرویس میرم بهتون یاد میدم. اینا فیلمای 1 دقیقه‌ای میشه که میذارم زمایم همین فیلم که شما مستندات رو بدونین به چه صورته. شما میرین توی ای سرویس و فایل دانلود سابقه کاریتونه، اون سابقه کاری اون شرکتتون رو میگیرید و میرید ریز لیستم میگیرید، یعنی شرکت شما رو رد کرده با چه پایه حقوقی و چند روز کار کرد، اونو میگیرین تو این سامانه بارگذاری میکنین. اگر قرارداد داشته باشین که گلو زدین، ولی من بعید میدونم کارفرما بهتون قرارداد بده، و قراردادم بارگذاری میکنین. و مبحث بعدی هم که میتونید روش دفاعیه بدید فیش حقوقیتونه. ببینید من این مراحلی که به شما گفتم با فرض بر این که برای شما بیمه رد شده شما میتونین این اطلاعاتو بذارین. زمانی که این اطلاعات گذاشته شد توی سامانه ارسال رو میزنید و بهتون یک کد رهگیری میده.
زمانی که کد رهگیری داد براتون میزنه یه فرصت 15 روزه اطلاع رسانی میشه. تو این 15 روز قاضی پرونده میاد چیکار میکنه؟ میاد پرونده شما رو میخونه. طبق دستوراتی که دارن میرن سامانه ها رو چک میکنن، توی ای سرویس صحت سنجی میکنن که آیا این عکس درسته، عکس درست نیست، و زمانی که قاضی به این علم برسد که شما دارید درست میگین و مستنداتتون درست هست، براتون قرار دادگاه میذاره و یک اسمس برای شما و یک اسمس برای خوانده میره و شما میرین تو اون جلسه و از حقتون دفاع میکنی. دوستان عزیزم، اون داستانهایی که در گذشته داشتیم، وزارت کار و بر پیاده پله ها رو 100 تا بالا میرفتین 100 تا پایین میرفتین، دیگه نیست. همه اینها الان از پشت همین سامانه به راحتی براتون قرار دادگاه گذاشته میشه. خواهش میکنم از حقتون دفاع بکنید با همین روشی که بهتون آموزش دادم. خیلی دوستتون دارم. مراقب قشنگیاتون باشین. تا برنامه بعدی، خداحافظ.